از اونجایی که تو عید دیدنی دوست نداری گفتم بابات برات از اول اسفند بلیت بگیره بری سواحل قناری. اونجا برات یه ویلای همچین کوچیک 700 متری اجاره کرده، تو بری اونجا قصه هیچی هم نخوری. باشه عزیزم؟ حالا بدک نیست. پروازم چی؟ پروازش راستش بابات یه خورده دیر اقدام کرد، بیزینسش پر بود، ولی اکونومیاش عالیه مامان جان، قربونت برم. نمیخوام، اکونومیاش تخت تک نفره نداره. دیدی خسرو؟ ای خدا لعنتت کنه که نتونستی یه جت شخصی واسه این بچه من بگیری که اینقدر این بچه اذیت نشه تو این پروازهای اکونومی از این ور به اون ور بره. خدای من چقدر بدبختم. بابا کوفت بابا زهرمار. من زهرمار کیم بابا؟ زهرمار بابایی. زهرمار بابای خودم. بابا میشه امسال عید بریم مسافرت؟ آخه بچه همون تو مدرسه دارن میرن. باشه بهش فکر میکنم. نختیون بابا خوابش برده. بابا از اون جایی که تهران توی عید خیلی خلوته میمونیم توی تهران گردی میکنیم. عیب نداره بابا، اولش بریم پارک ملت، میگن خیلی پارک قشنگیه. اخ جون میری؟ نه خیر لازم نکرده. امسال عید دایی اکبر، اصغر، همایون، ممایون و مجید عید دیدنی از شهرستان میان اینجا. من باید به مهمونا برسم. پارک ملتم کنسل شد. زهرمار بابا. همشون میان اینجا. خوشگلای کلاس، به مناسبت فرارسیدن عید نوروز از 15 اسفند کلن تعطیلیم. هیچ تکلیفی هم نداری، فقط برید عشق و حال کنید و به هیچی هم فکر نکنید. خانم اجازه؟ جانم عزیزم، شما نمیگفتین ما خودمون میدونستیم، خودمون میرفتیم عشق و حال. برید